طبق گزارش خبرگزاری ایرنا در روز سه‌شنبه، وقتی زن 56 ساله به جرم قتل همسر صیغه‌اش دستگیر شد، کلثوم اکبری اسم ساکن ساری و مر جنون دست داوه می دست نایه. کسی تصورش را هم نمی کرد که او یک قاتل سریالی است که طی 9 سال جنایت شوهران صیغه‌اش را به قتل رسانده است. هرچند زن 56 ساله به قتل 7 مرد اعتراف کرده، اما بررسی ها نشان می دهد که او در این سالها 13 شوهر صیغه‌ای داشته است که همه آنها جانشان را از دست دادند و به همین دلیل احتمال می رود آمار قربانیان او بیشتر از 7 نفر باشد. اما 13 مورد ازدواجش در یک شهر یا روستا نبود که بخوام بهش مشکوک بشن. محمود آباد بردمی، اتجوار بردمی، دیتا بابل بردمی، نکا بردمی. تا این لحظه تعداد 11 فقره قتل به اصطلاح انجام شده، قطعی شده. قاتل سریالی مازندران که کلثوم نام دارد، هفته گذشته از سوی پلیس شهرستان محمود آباد به جرم قتل شوهرش دستگیر شد. شوهر او مرد 82 ساله بود که ابتدا تصور میشد به دلیل سکته جان باخته، اما بستگانش میگفتند که او به قتل رسیده است. کلثوم 56 ساله با مهریه 5 میلیارد ریالی به عنوان همسر صیغه‌ای مرد 82 ساله راهی خانه او شده و زندگی مشترک این زوج آغاز شد. اما فقط چند ماه زمان کافی بود تا مرد 82 ساله متوجه شود که کلثوم قصد جانش را دارد. این مرد چند روز پیش از مرگش به بچه‌هایش گفته بود که کلثوم به زور به او قرص قلب و قرص فشار می‌دهد و هر بار با خوردن نوشیدنی هایی که وی درست می‌کند از حال می‌رود. قرص دامه، قرص قند، بعد دتمه میمرسنه بیشونه با هوله. مرد 82 ساله تنها چند روز پس از گفتن این جملات به فرزندانش جانش را از دست داد و به دنبال مرگ او فرزندانش راهی اداره پلیس شدند و از همسر صیغه پدرشان به اتهام قتل شکایت کردند. با این شکایت پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد و تیمی از مأموران به تحقیق درباره مرگ مرد 82 ساله پرداختند و با به دست آمدن سرنخ‌هایی که دست داشتن کلثوم در جنایت را قوت می‌بخشید، این زن دستگیر شد. اولیای دم اون افراد رو شناسایی کردیم، باشون صحبت کردیم، دیدیم که تقریبا نحوه فوت اون افراد هم شبیه به همین قتل اخیره. زن 56 ساله هفته گذشته دستگیر شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او که میدید دستش نزد پلیس رو شده، علاوه بر قتل پیرمرد 82 ساله به قتل 6 نفر دیگر هم اعتراف کرد. 13 تا بیه، 14 تا 15 تا 6 نفری که همگی مردانی 75 ساله به بالا بودند که زن جنایتکار ابتدا به صورت موقت با آنها ازدواج میکرد و پس از حدود 2 تا 3 ماه زندگی مشترک با خوراندن قرص یا حل کردن آن در نوشیدنی طعمه هایش را به قتل میرساند. زندگی مشترکتون چند روز یا چند ماه طول کشیده؟ ندوم به 1 ماه کشیه، 20 روز کشیه، 10 ماه کشیه، 1 سال کشیه، ندوم. اعترافات زن جنایتکار نشان میداد که او در خانواده‌ای کاملا معمولی در یکی از روستاهای شهرستان ساری به دنیا آمده بود. وی در 11 سالگی با نخستین شوهرش ازدواج کرده که حاصل این ازدواج یک فرزند پسر بود، پسری که سالها بعد بر اثر بیماری درگذشت. کلثوم پس از مرگ شوهر اولش با مرد دیگری ازدواج کرد، ازدواجی که حاصل آن دختری بود که حالا ازدواج کرده و از اینکه مادرش به قتل دست کم 7 نفر اعتراف کرده شوکه شده است. با ازدواج و بعدش هم قتل پول قابل توجهی تو این سالها عایدش شده. 75 میلیون بیت من، 240 میلیون بیت من، 14 تا سکه بی. گمان زنی هایی هم وجود داره که میگه این زن 56 ساله رو در سن کودکی، همونطور که گفتیم در سن 11 سالگی به طور ناخواسته شوهر دادن و باعث شده که در همون سن کم کینه‌ای در دلش به وجود بیاد و بعد بزنه هرچی مرد میبینه رو بکشه.